واژگان درس 16. آرت. آرت یعنی هنر و یا آثار هنری. آرت هنر، آثار هنری. بوک. بوک یعنی کتاب به حیث اسم، ولی اگر به حیث فعل استفاده شد یعنی رزرو کردن. درست؟ بوک کتاب و همچنین رزرو کردن. کلاودز. کلاودز. کلاودز به معنی لباس و همچنین میتونیم به اون بگیم کلاوز. کلاوز همون واژه‌ای که معنیش میشه بستن، یعنی شبیه این نیز تلفظ میشه. کلاودز و کلاوز یعنی چی؟ جامه و یا لباس. جامعه نه، جامه و یا لباس. کمیونیتی. کمیونیتی یعنی جامعه. جامعه. دیسمبر. دیسمبر خب ماه دسامبر یا ماه دسامبر، ماه آخر سالی میلادی. نکته خیلی مهم اینجا چیست؟ ببینید این واژه ها رو من به حروف کوچک نوشتم ولی این رو به حرف بزرگ. پس ماهای سال را، خوب ماهای سال را هر وقت که می نوشتین، فرق نمیکنه که در اول جمله باشه و یا در آخر جمله و یا در وسط جمله، باید با حرف بزرگ همان ماه را بنویسیم. دیسمبر ماه دسامبر. خب قانون کلی این قسم است. وقتی در تایتل، خب در اون تایتل مثلا مقاله خود و یا همان تاپیک خود هر چی را که می نویسیم بدون استثنای حرف اضافه و حروف ربط، تمام کلمات را باید با حروف بزرگ بنویسیم، یعنی با حروف بزرگ شروع کنیم. این یک قانون. قانون دوم هم هر پاراگراف را، هر پاراگراف منظوری که جایی که مثلا پاراگراف ما شروع میشه و جایی که به یک نقطه ختم میشه و یک بخش دوم پاراگراف شروع میشه، اونجا نیز هر کلمه ای که باشه را باید با حروف بزرگ شروع کنیم. خب اینها مربوط به رایتینگ میشه که در چند درسی مشخص اینها را خدمت شما ارائه خواهم داد. چیزی که مهمه اینه که سالهای ماهای سال میلادی را هر جا که می نوشتین باید با حروف بزرگ شروع کنید. دینر. دینر یعنی غذای شب. اند. اند به معنی پایان و یا پایان دادن، ختم کردن، پایان دادن. exchange. exchange به معنی مبادله کردن، معاوضه کردن. میتونه معادله یا معاوضه چند چیز باشه و یا میتونه مثلا پول باشه، حالا هرچی. ولی اگر exchange رو برای پول استفاده کنیم معنیش همان میشه تبدیل مثلا یک واحد پولی به واحد پولی دیگر. family. family یعنی فامیل. from. from or from. from به معنی از. green. green. green به معنی سبز. همچنین من فراموش کردم که در متن درس اینو به شما بگم، green میتونه معنی نارسیده نیز باشه، چیزی که نرسیده. اونجا مثالی که وجود داشت گفت من سیبی I don't like green apples. گفت یعنی میتونیم این قسم معنی کنیم که من سیب‌های نارسیده را دوست ندارم. سیب‌هایی که نرسیدن، خام هستن، اونها را دوست ندارم. پس green میتونیم هم معنی سبز معنی کنیم و نظر و جمله میتونیم نارسیده هم چی کنیم؟ معنی کنیم، خام و یا نارسیده. home. home به معنی خانه. January. January ماه اول سال میلادی، ما شما میگیم جنوری. red. red معنی سرخ. seven. seven معنی چی؟ هفت. یک موضوع رو بگم، از 0 تا 10 یگانه کلمه ای که یگانه عددی که بالای اون فشار آورده میشه فقط این است، هفت. مثلا نمیتونیم بگیم one، یعنی هیچ کدام اعداد از 0 تا 10 بالای اینها فشار نیست به استثنای 7. 7 در قسمت اول این عدد فشار است. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ببینید 7 را به حالت بیشتر یعنی تأکیدی گفتم. start. start یعنی شروع. شروع. together لطفاً together نخونید. together. together یک جا با هم. university. university دانشگاه. wear. wear به معنی پوشیدن. year. year به معنی سال. art. book. clouds. clouds. community. community. December. dinner. and. exchange. exchange. family. from. green. home. January. red. 7. start. together. university. university. where. and the last one is year. نکات مهمی درس 16. ببینین
در زبان انگلیسی شما هرگز نمیتونین یک واژه رو از ظاهرش قضاوت کنین، یعنی قسمی که یک واژه نوشته میشه اون قسم خوانده نمیشه. خب ما فونتیک خواندیم و امیدوارم خوب اونها رو یاد گرفته باشیم و شما میخوام همیشه تکرار کنین تا بالاخره ملکه ذهن شما شد. ببینین این واژه رو داریم، اگر در دیکشنری جستجو کنیم، حالا هر دیکشنری، فونتیک اون این قسم است. خب یه علامه چی خوانده میشد؟ او درست؟ پس این چی تلفظ میشه؟ بوک، بوک. خب این واژه BALK اگر این رو شما در دیکشنری جستجو کنین برای ما، خب البته اینو بگم این واژه 4 تلفظ داره. خب 2 تلفظش بریتانیایی است، 2 تا آمریکایی است. یعنی اینکه من اینجا حرفی ال را ننوشتم ولی همچنین میشه که این حرف رو نیز تلفظ کرد. این علامه سی سرچپه با 2 نقطه پشت سرش چی تلفظ میشد؟ او مثلا war مثلا small tall یا مثلا lawyer. پس یک تلفظ این واژه میشه book. پس اینها رو با هم اشتباه نگیریم، تلفظش یک کم فرق میشه. book ولی این یک کم یعنی لبها رو بیشتر به طرف بیرون یعنی باید کش کنیم. book یک موضوع. دوم 31 رو در انگلیسی باید چی قسم بگیم؟ خب اول چی میشه؟ اول یک نه اول first یعنی چی؟ اول. عموما first را چی قسم می نویسن؟ یک رو می نویسن در قسمت بالای از او st اضافه میکنن first. خب حالا وقتی بگیم 31 میگیم 31st 31 نباید بخونیم 31st 31 business card معنی کارتی ویزیت. عموما در خارج طوری است که مثلا دکترها، هنرپیشه‌ها، افراد مخصوص، عموما هر کس اینو کارتی مخصوصی داره که تمام مشخصات اون روی اون ثبت است. مثلا وقتی بخوان به کسی بگن که با ما تماس بگیر، فقط کارت خود به اونها میدهن، میگن این کارت من است، لطفاً با من تماس بگیر. پس بیزینس کارت همان کارتی ویزیت. یک جمله دیگه ما اونجا داشتیم The community got together to plant trees. میگه جامعه با هم یک جا شد که درخت بکارن. من اونجا هم تشریح کردم به شما. مثلا وقتی ما میگیم تمام شهری ما رفتند، خب منظور ما خود شهر که نیست، خود شهر که نمیتونه بلندش بره، درست؟ یعنی مردم شهر رفتن. مثلا تمام خانه ما رفتن، تمام خانه ما با محفل رفتن. خب منظوری نیست که خود این خانه بلند شده رفته، منظوری ما یعنی که اعضای فامیل. یا مثلا مثالی که من در درس دادم، مکتب ما با این کنفرانس شرکت کرد، تمام مکتب ما مثلا با این کنفرانس شرکت کرد. خب منظور خودی مکتب که نیست، منظور همان افرادی که در همان هستن، مثلا اساتید، شاگردان، اونها مثلا در اون کنفرانس شرکت کردن. پس اینجا هم وقتی میگم the community got together to plant trees یعنی که اعضای جامعه با هم یک جا شدن تا که چی کنن؟ درخت بکارن. خب این موضوعی است که ما مثلا به طور کنایه استفاده میکنیم، یک حرف میزنیم ولی مقصدی ما چیزی دیگر است که من در روزمره از این قسم موارد حالا خیلی زیاد استفاده میکنیم.